سلام دوستان، وقتتون بخیر. با یک اصطلاح جدید در خدمتتون هستم. بریم که اصطلاح رو بخونیم. به همین سادگی. Bu kadar basit. Bu kadar basit. به همین سادگی. مثال رو نگاه کن. Seni sevmiyorum. Anla artık. Bu kadar basit. میگه seni، تو را. sevmiyorum. دوستت ندارم. میور پسوند زمان حال منفی است. او من پسوند فعلی برای شخص بن هستش. میگه آنلا، بفهم. آرتک دیگه. بو به معنی این، بو معنی این میده. کادار به معنی اندازه، اینقدر میگه. باسیت، باسیت به معنی ساده. پس seni sevmiyorum anla artık bu kadar basit. که دوستت ندارم، بفهم دیگه، به همین سادگی. سن به معنی تو هست، آی با نقطه به معنی را هست. تو را. sevmek به معنی دوست داشتن. sevmiyorum یعنی دوستت ندارم، بفهم دیگه.